سلام، خسته نباشید. دیشب یه تیکه دیدم از این آقا که به قول این شخصیت دیوی هست بهش میگه امید دانا. حالا به نظرم خودش هم قبول داره به خودش میگه امید دانا. تیکش چی بود؟ تیکش این بود مثلا توی برنامه محفل حالا تونست به قول خوش موچی بگیره. این مهمونه که دعوت کرده بودن مثلا به عنوان حافظ قرآن و حالا تسلط اینا نقطه مثلا انگوش میذاشه یه جا حالا بتونه اون بگه. آقا مثلا جو تردستی و مثلا از این حرف هاست و همه جام هستش و یه جستجو خودتون بزنید تو اینترنت میبینید و از این حرف. حالا حرفاش کار ندارم درست و غلطش اصلا به این مرتب یه کلید واژه به کار میبرد که مثلا من و شما بچه مذهبی ها رو تحقیر کنه و به قول خودش تحمیق شما هاست قرآن و مثلا حالا به قول اون مثلا محمد و اینا مثلا شما رو تحمیق میکنن یا به قول خودش تحمیر میکنن. مثلا میخواست بیشتر اینو بزنه تو سر بچه مذهبی ها اینا. حالا من تعجب کردم حالا اینش رو چرا بیگدار اینجوری به آب زد، چون هوشمندتر از این حرفا قبلا عمل میکرد. مثلا کن الان آقا جان همین قرآنی که میگی، همین محمدی که به قول خودت میگی صلی الله علیه و آقا همین آخه به ما یاد دادن که آقا حب وطن از ایمانه، نذاشیم یه وجب از این خاک دست دشمنا بیفته. داداشان تو این 8 سال دفاع ها نذاشیم کشور تیکه تیکه بشن. بچه مذهبی ها نذاشتن دیگه، درسته؟ از وطنشون به عنوان ایمانشون دفاع کردن. همینه که میگه ایمانشون از اون حماقت ها، هم که میگه قرآن بهشون اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، همین قرآن بهشون یاد تا اونجایی که میدونید قوی بشید که نتونن به شما حمله کنن دشمنا تو بحث موشک و جای دیگه. اینکه اسرائیل راحت اومد زد مثلا فرض کنید که پایگاه هسته‌ای حالا نیروگاه بود هرچی بود تو عراق هم تازه میخواد شک بگیره، همه رو ترکون میخواست به ایران هم حمله کنه، تازه اون زمان جرئت نکرد. الان که دیگه اصلا چه شک میکنه مثلا چپ میکنه در سرویس. میخوام یعنی بگم اینا آموزای همین محور مقاومت ها، اینا آموزای همینه که تو بهشون گفتی از کتابی این آموزا رو گرفتن که در تحمیقشون میکنه. خوبی داداش. یعنی اگر شما عاقلی، شما عاقل، نمیدونم اگه اسم اینا تحمیقه، اگه اسم اینا تحمیره، آره تو راست میگی. به قول دیوی، به قول شخصیت دیوی عزیز مایی جناب آقای امید دانا. یا